خیلی که در کامنتر نوشتن که اکه عبدالله تختم ملو میگیره و حتی یک زنی نامحرم یک زنی بی سطر برآمدی گپ زدی این چیکار دلم اعتماد و اعتقادم دلم اعتبار ملو خنه چی ما را فکر میکنم که از لنبود میشیم لیکن متاسفانه نیمو از شهر دوشنبه ناحیه رودکی سابق لنسکی رایون فیلمی زنی مهاجر قسمی سه دوستان عزیز خیال میکنین مسکو دختر توجیک میا پدرش مادرش روسای بانام توجیکای نه برادرها همش اپا و خواهر مای اپای خواهر ما نباشه ایکا بلوجون نباشه ایختای برادر جون ایا کسی دیگه میا لوبوی سالوی مدرای لوبوی رسالین کار مدرای اول بیو یا جو میرم دم میگیریم بعد مطرح کرده قبول میکنم اگر کمی سخت اتکسی تمام ای دستی اگون کار نمیاد دوستان عزیز بیا توکیا پینهون میکنه توکیا گنو یک کس اگر میزنه میگه می عبدالله تو فلانی رحیم تو فلانی آخی مایلش ما گناه داریم نمیگیم بیگناه نیستیم فقط از خداوند تا روزی که جان در بدن داریم خدا میگه ما را ببخش هدایت کرد لیک یک بار همون کتاب خطا ورق بزد که خدا چیکار کردگی برادر جان رحیم پروداکشن. دوستان عزیز عکس بعد ماه شریف رمضان از مرکز خدمت رسانی دلش موبیل امروز دو نمود تلفن داریم و یک نمود نواشنیکی JBL برای شما که 8 ساعت ضریت میده یکم سر میکنیم از تلفن ریالمی S35 که 128 گیگ هم یاد داره دوستان عزیز با نرخش میدونید برای شما چقدر کردگیم 9990 روبله که 11500 روبله میفروختیم دوستان عزیز 128 گیگ هم یاد داره دیر باشه تلفن بهترین تحفه برای پدر و مادرها که نرخ 6500 روبله دوستان عزیز این با عجایبات چای کینوگیش سیمش باشه اینا نواشنیکایی که هم تلفن از ضریت میمونه هم 8 ساعت ضریت میگیره بعد تمام قاعده‌اش هم میگیری در مترو گوش میکنیم میره پر معلومات گرفتم میخوای مرحمت در نمره در روی اکران و در کامنتر سیلکه تلگرام و یوتیوب کانال دلش موبیل ذکر بیت کردگی ابونا میشیم هر روز نویگار را ایانمجا پیشنهاد شما میگردونیم السلام علیکم السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین و امروز همراه یک بلوجان تصمیم گرفتیم که یک برنامه آزاد برادران همین یک برنامه که چیست برای زندگی شخصا بنده رحیمیان و اکا بلوجان پیشنهاد شما کنیم که همین تماشا کنین راحت کنین و اوید فیلمی زنی مهاجر قسمی 3 دوستان عزیز کسی که در این بابت میخواد به حضور در یک جای بشینه همراه ما برنامه بهترین تماشا کنه رفتیم اکا بلوجان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خسته نباشید ای شخصانی که روزه دارین در این ماه شریف رمضان دعا میکنم که روزه و نماز و هر او کارهای خیری که این ماه شریف رو انجام دادیم خدای متعال و درگاه بی‌نیازش قبول بسازه و حتما که امروز ما هم تصمیم گرفتیم در یک جای استراحتی یک صحبت آزاد نسبت زندگی نامه هر دوی ما یعنی رحیم جان و عبدالله بگذرانیم و او کامنترهایی که نخوانده بودیم یک چندش خوانده و جواب داده باشیم در باره فیلم زنی مهاجر. بله دوستان عزیز یکم سعی میکنیم از بنده میگن که آب ای خورده سخن ای کلام دوستان عزیز یکم سوال بتیم اکا عبدالله جان اکا عبدالله جان شاید که همین سوالان برای مردم به نهایت خوب باشه انشالله که برنامه پرای همراه اکا عبدالله جان و جداگانه میشه امروز برای خوشحالی شما وطن اکجا میشین اکا جان بسیار ما را فکر میکنم که از لنبود میشیم لیکن متاسفانه نیمو از شهر دوشنبه ناحیه رودکی سابق لنسکی رایون و سابق کوکتاش میگن همونجا میشیم الحمدلله بله فرزندان اویلدار و صاحب چند فرزند هستیم الحمدلله وطن یک جوش میشیم برادر چخیلی که پاتیچکوی ما میدونه با حسن برادرایی که نو اومدگیان ما زوده ناحیه فرخار جماعت ظفر دهه نوبود بلود برادر عزیزم از ناحیه فرخار میشیم از جماعت ظفر انشاءالله صاحب زندگی خوب یک اویله خوب یک اویله که خدا را شکر میکنیم که در این اویله خوب با ویا رسیدگیم با دنیا بودگیم الحمدلله انا که سوال نوبتی اویدی انمی سخنرانی شما اویدی کامنتری شما سر میکنیم دوستان عزیز یکم سوالی که بسیارتر وقتی که ما رفتیم نوار فیلم زنی مهاجر پیشنهاد شما کردیم برادران عزیز بسیار نفر ما را قبول کردن هزار رحمت کلام و یک دو سخن میگیم با عزت نفس یگمان تا نرسه و لیک هست بعضی نفرایی که همه چیزا را گفتن شرطه و حتمیه دوستان عزیز چخیلی که در کامنتر نوشتن که اکا عبدالله تختم ملو میگیره و حتی یک زنی نامحرم یک زنی بی سطر برآمدی گپ زدی این چیکار دلم اعتماد و اعتقادم دلم اعتبار ملو خنه چی برادران عزیز امروز با این سوال شما جواب میگردونن اکا عبدالله جان و بنده ما راستی وقتی که هر یک انسان این واقعات در رخ دادگی
این فیلم یک چیزی هست که تربیویه. اگر ما همون دختر در حال بگیریم و سطر پوشانده برای شما نشون دیم، او فیلم دقت جلب کننده نمیشه. در حیات هر یکی ما و شما هستی این چیز اومدین، شما در اومدین در همین غریبا را ما در نظر دارم، اومدین در اومدین در همین حالت شما چیکار میکنید؟ شما همون را ظلم میکنید، میگن که بگیر در سطر تا پوشان. نه، اول یک سیتواسیا را گفتی گپو میفهمید و همون انسان ها را در راه خوب چیکار میکنید؟ پیشنهاد میکنید. اسلام ما مهربانه، اسلام ما ظلم نیست. با مهربانی، با نصیحت های خوب باید دعوت میکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم خصلت حمیدش خطی بنیاد بسیاری ها را دعوت کرد به اسلام. از جمله در مدینه در همون مکه یک زن پیر لاغری رفته است بود، رفت و گفت که مادر من میخوام شما را یاردم بکنم بارات بگیرم. و گفت مالش بچه جان گیری باراش تا پیش خانه‌اش برد و گفت که مادر گفت همین جمع نه، گفت من تا درنی خانه تا میدارم. در آورده درنی خانه‌اش تا مونده. مادر گفت که اگه من یگان چیزی ندارم که تحفه بتیم تو، لیکن پسرم یک گپ میگم ایرا در خودت بگی. میگه چی مادر؟ گپ زن. میگه در همین مکه میگه یک جوان پیدا شده همه را به یک خدایی دعوت میکنه. میگه با نکنی که مثال دینی باباگی تا پرتویو همون نفر با نام محمد، میگه با نام محمد با دینی همون را میگه پیشه بگیری. با پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خنده میکنه و میگه که مادر جان، میگه همون نفری که شما گفتین همون یک خدایی دعوت کردید، همون محمد ما هستم. مادر دیگه با که اشکاش از چشم میریزه، میگه که این خیل خصلت حمیده، این خیل فعل و رفتار گفتار قطعی اگر شما همون باشین، میگه من خودم میگه به همون خدای شما چی آوردم؟ دین آوردم، یعنی که قبول کردم همون اسلام شما را. و همون خاطر اسلام ما ظلم نیست. همش الحمدلله در رفت کار اینا با رحیم جان گپ زنه چند بارها مثال نصیحت کردیم چند تا باشه در رفت سیونکا. بله خیلی نیست بله جان. بله برادران عزیز، یک چیز در حاضر یک وقتی هست که ما اول باید همه چیز در خود ما بینیم، بعد در دیگر رو بگیم. با کدام خاطر ما همراه یک بلوجان گفتیم که در خود ما برادران عزیز خیال میکنین مسکو دختر توجیک میه، پدرش مادرش روسای بانام توجیکای نه برادرها، همش اپا و خواهر مای، اپای خواهر ما نباشه، یک بلوجان نباشه، ایختای برادر جان، ایا کسی دیگه یگان زنی توجیک ایخسندش نمیه برادر جان عزیز. همه برای یک لقمه نان، برای یک مهنت حلال. لیک در همجا کی میکنه همین کارا بر سر ما یگان کسی دیگه نمیه پیش کی گردن کج میکنه، پیش توجیک میره و پیش توجیک میکنه برادرها. حاضر فقط ما هر چیز را که کردیم با کدام خاطر کردیم که این همون مادرایی که در کامنتر نویسین، همون مادرایی که همین خیلی واقعیات در روبروش، همون برادرایی که شما خودتون شاهد همین حال شدگی نیستین. زنی که میاد لوبوی سالوی مدرای لوبوی رسالین کار مدرای، اول بیو یا جا میریم دم میگیریم، بعد مطرح کرده قبول میکنم. اگر کمی سخت کسی تمام ای دستی اگون کار نمیاد. دوستان عزیز بیا توکیا پینهون میکنه، توکیا گنو یک کس اگر میزنه میگه ای عبدالله تو فلانی رحیم تو فلانی، آخی مایلش ما گناه داریم نمیگیم بگیران نیستیم، فقط از خداوند تا روزی که جان در بدن داریم خداوند میگه ما را با بخش هدایت کرد. لیک یک بار همون کتاب خطا ورق روزه که خدا چیکار کردگی برادر جان؟ آخی یگون کس ای مادرش به دنیا آمدگی مثال سر جای نماز توبه و ندامت یا ای کاریو کنه، همه چی به مرور زمان میشه برادرها. ما من تصمیم و فیلم میزنیم مهاجر به کدام خاطر بود همراه یک عبدالله جان که انشالله که ما از همان بینادارم برادرایی که ما را پسنده تماشا میکنین این گپ در شما دخل نداره برادر جان. برای که شما این کامنتر می‌نویسین هر روز میزنین بعد دکان ما را می ای فیلم کی میبره فیلم کی میبره. دوستان عزیز بسیار مینادارم. بله ما فخر میکنیم که شما میپسنید بعضی نفرای هستن اون را فهموندن در کار، برای که نمیفهمیدگی اگر 100 بار بگوینه که همون خیلی شاید که بعضش اصلاح شود. چه خیلی که عبدالله جان برای مسئله سطر گفت، بله در یک چیز خوب خرید کردن، حتی دوستا و آدمای نزدیکای ما هم زنگ زدن که همین کارتون خطایی. ما فخر میکنیم که ما را زنگ زدن، زنش ما چیزی که هست ما را قدر کردن که از همین راه برای گردوندن هزار رحمت کردن که او وقتی که ما را زنگ زده بودن الکی فیلم برآمدگی نبود. تا آخر فیلم یگون کس نمیدونست که مقصد ما از فیلم چیه. وقتی که فیلم برآمد در اول دختر رفت یک مثال ها سر ریش همین خیل، در آخر اومد ماشاءالله سطر در بر کرد، هم فخر کرد که انا ای عبرت به دیگران میشود. بسیار خواهرای ما اومدگن الکی دلشون از زندگی خدا کرد که ما این قدر گناه کردگیم، قدر کار کردگیم، دیگر خداوند ما را قبول میکنه یا نمیکنه. این کاری ما با کدام خاطر بود که
همین تو وقتی جان با بدن داری حتما استغفرالله توبه و ندامت نزد الله مهربان قبول میشود. یک چیز گپ شما گرفتم میگم که شیطان میگه همین به خاطر همین انسانی که مرا لعنت الله کردی خدا را میگه من همین را گمراه میکنم، میگه از 4 جانبش میبینم فقط گمراهش میکنم. فرشته ها در این گپ شیطان حیران میان میگن یا خدایا اوخی اگر که این انسانی که مثلا از 4 جانبش شیطان بیایه و گمراه بکنه این دیگر راه نمیمونه، این چه خیلی هدایت میوه. الله چی میگه؟ میگه که 2 جانب دیگه باز میمونه و پایان و به بالا. اگر از صدق سر و سجده دست به دعا برداری انشاءالله کن 99 هم چند سال که زندگی کردی گناه کردی روز اخیر اگر برداری الله مهربان گناهش هم میبخشه. و هم خودت ناامید نشین. هر یک مادرایی که ببینن هر خواهر ما داغ روزه کردیم بشخه همون دختره که قطیمون بود میگه که چند بارم نایستن که داغ روز ما در وقت نهار با گفتم این اما خواهر اگر که من خودم 3-4 بار اگر دعوت نکرده باشم یا که 3-4 بار این برادرمون نگفته باشه که خواهره بسیار شما دیگه ویدیوش هم میبینید. بله انا می جای گپ کردم لوجونا شما یک چیز با نوبت بگیرین که این مینا در فیلم سرگذشت فاطمه این دختری غریب خودش نیست برادرو. بله این همچو اکتیور چخیلی که ما فیلم حضرت محمد فیلم امسال حضرت یوسف دیگر را با تماشا میکنیم با مانند همه نقش آفرین در این فیلم برادرو. این زندگی هر یکی شما این هر یک خواهری توجیک هر یک زنی توجیکی که بررسی هم میبینه همش در نظر ندارم لیکن 60 مثلا 50% ممکن همه خیلی باشه. زندگی شما را ما چیکار کردیم داغ روز نشان دادیم. انشالله اولی با در کامنتر همین هستم با همین خاطر ما فاطمه بنو را چند بار گفتیم که الکه که خودت که در این فیلم نقش آفریدی بگذار عیب از دیگر انم خیلی باسپور انمی خیلی بگرد برای که مردم ترم خیلی قبول میکنه. لیک فاطمه گفت که ما چیزی روز ساعتش میشم من همه چینا میکنم لیک آجی ما چیزی که هست همون چیزا میکنم برای که در دیگر نوروز وقتی که ما یک کس مجبور میکنیم در دیگر نوروز دیگر چیزا میپوشه با درو میگه عبدالله رحیم او را بساتر کردن با اون در ویدیو دیگری میذاره تنایلی چی کنولی چی دیگر مثلا خیلی گپ میشه که در روی خیلی با همین خاطر برادرها هر یک کسی که در فیلم ما میاد برای نقش آفری اون یگان رابطه نه با ما داره همچون مثال خواهر همچون دوست رفیق هست لیک در مسئله که مثال باید در کنسر او همون خیلی برا نه برادرها فیلم ثبت شما میکنیم بعد او چیکار میکنه نمیکنه و زندگی چه کاری چه برای که ما حق نداریم. الکه او 18 ساله است با بلوغت رسیده اکا و دادر اپا و مادر داره با مثل ما دیگرها هستن. موز یک کس گپ میزنه میگه گوش که تو برای اول زن کودک خطا نگاه بین که بعد بخیر کسی دیگه گپ زد. از یک زمان نشده که اکا بلوجونه کس گپ زدن به نهایت قینای در هر جام جرأت نمیکنه گپ زنه. با همین خاطر خلاص که از همت مینداریم که کدام زنگ زدین گفتین فخر میکنیم که شما ما را قبول کردین بهترین برادرای اسلامی خطون خوندین. امروز نسل شما را ویران نمیکنیم همه با خرسندی با خوبی با بهترینی. اولی سیم فیلم قسم بهترین میشود که در وطن عزیز ما همراه یک عبدالله یک قسمتش میگذره که از همانا پیشرفتایی که در وطن عزیز هست که پیشنهاد شما میکنیم این را باید ما ایرمونا براریم عبدالله جان که هر کجای باشیم نباشیم ما تاجیکیم و با تاجیکستان زنده ایم. بله یک چیز دیگر هم میرسانم که هر او تاجیک هر او برادری که در دکان ما میبیان من نیستم یا رحیم گفتم میبینه رحیم نیست بسیاری همه این سخنایی که شما میگین در ما میرسه. ما در کارهای بیرونه هستیم یکی نیستیم گفتیم گپ ها جان و دل قطعی همون دکان ما یکی از گوشه های وطن اومده که ما نیستیم خفه نشیم برادر جان. ما شما را خاص به خاطر خدا دوست می‌داریم احترام میکنیم. رحیم جان چند بار میگه خودش همین گپی من طرفدارم. اگر شما دستگیری نکنین ما هیچی. بله اولش الله بزرگ و آخرش الله خودش لیکن دستگیری شما نباشه اگر گفتی گپو پیشروی کار هیچ نمیشه ویدیو پیش نمیره اگر لایک نباشه یا کامنتاری ها نباشه یا چیزای خوب نباشه ویدیو پیش نمیره هیچ کی نمیبینه. با هم خاطر تشکر زیاد میاییم که ما نیستیم سخنای شما همش دمون میرسه میندار هستیم برای دستگیریتون. این نور دیده تاج سر دستا پیش بعد گفتی گپو خوش آمدید دیگه چی بگیم دیگه. بله برادران عزیز ما فخر میکنم که طول چند سال همراه شما کار کردم فعالیت کردم. وقتی که من در نوارو میگم که برادر جان عزیز یا لایک اون یا کامنتر بنویس بعضی نفرا میگه پات گدای میطلبی همه هر یک نفری که در کار
صمیمی باشه، از سحر تا بگر کار میکنه مهنت میکنه، پیش لوبای کس برای لوبای چیز میره که کارش پیش بره. همین خلاصه که بلوجان از اون جمله وقتی که من در یوتیوب یه چیز میکنم همه شما طلب میکنم شما برادرای من اپا و خواهرای من بیگانه نیستین. چی با من نمیگم که روس ازبک مثال یک کسی دیگر ایمیل اومده لایک منه، برای چی تاجیک میگم؟ برای که شما مرا درک میکنین، شما در زندگی ما تاجیکین، شما زندگی تاجیکی کردگین، شما لایک نمونین ما را دستگیر نکنین، پس ما را کی دستگیر میکنن برادرها؟ با همون خاطر سبب لایک گفتن ما، کامنتر گفتن ما، همه چیزایی که در همین سامانه یوتیوب هر یک چیزایی میکنه با منفعت شما، با کار خوب شما. هیچ وقت یا نوار یک چیزی نمیکنیم که با ضرر شما باشه و بگیم که اینا بیانی قمار دا بچسب اینی دا بچسب. نه برادر، همین چیز خوب شو بگی، بعدش که در کار نیست دور پرتاش برو برادران. فقط در زندگی خوب باش، صمیمی باش، مهربان باش. بله. میگم ما عالم مهریم و دل کینه نداریم، جز مهر و وفا ثروت گنجینه نداریم. مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا همه ما، بر نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم. ما فقط کارک خودمون الحمدلله بردن میگیریم، هر کسی که سنگ بزنه با او کار نداریم. بله انشالله برادرها با دستگیری شما و با برادر بودن یک عبدالرحمن سبب یک جا شدن یعنی دو شخصیت که در رو پرو اکرام میبینین، این همش اوید یعنی کاری خیر یک برادر عزیز ما که رحمتی خیریدین میگفتن مسکوا وردگی بودن، پشتش پاگیزه پوسیدگی بود که انا این برادر عزیز همون چیز سبب شد که با فکرم بعد مرده شما تاجیکستان روی کردن رنگی که همی اویدش همجا در یک معرکه خوب کرد برای گذشتن همون در همونجا باشتیم. از همونجا آغاز یافت انشالله که تعمیر رفته سعی و آینده هم نیز پروژه خوب برای شما داریم. راه در سفر یک برنامه خوب و بهترین خداوند که پیروز مون بگردونه در همین کاری خیر همراه شما برادران عزیز. راه در سفر ما کجای رفتیم یک سوکه داریم شما را همراه ما میبریم. اگر که برده هم نتونستیم برادران عزیز در اوجا با واسطه نوار ما شما را خرسان میکنیم، یکی از گزارش‌های بهترین همین تمام جهان پیشنهاد شما میکنیم. ان شاء الله برادران هر کجای باشین تن صحت و خانه آباد باشین، فقط در این ماه مبارک دعا در حق ما بکنید، در حق تمام مسلمین بکنید که الله متعال دشمن تمام اسلام خداوند خودش خار و ضرر گردونه، نماز روزه هر یکی ما و شما را قبول بسازه، به فرزندکا و فرزندان صالح دردمندان شفای کامل عطا بکنه و غریبا را ساخت و سلامت به پیش پدر و مادر و حق و همسایه خویش تبارش بره و در کسب برکت، در عمر برکت، در جان برکت، در پولی افتگی برکت، همه وقت در ما برکت الله عطا بکنه. بله برادران عزیز، بهترین دعا را که بلاجون داد وقتی شما را بهوده نمیگم در زندگی از همه چیز خوب این وقتی از همه بی‌نداریم با همون گپی هر وقتی نمون کسی که در افرین برادرها یا لایک بزنیم دو را در کامنتر بنویس دادارم با پیش با قفا با بر با زمین با بالا برای دستگیری خودت بهترین میشه و ان شاء الله همه تا در کامنتر ما هر یک کامنترتون را بتیشکا میمونم میبینم. الله نگهبان هر یک ما و شما. اگر ما بادا یگان گپ پس بالا گفته باشیم یگان برادر خفه کردگی باشیم سبب ما این نبود برادر، فقط ما کمبودی که در دل بود گپ زدیم برادر باید همه وقت برادر در روی برادر گپ زنه نه اینکه در پشتی برادر. با همین خاطر الله نگهبانتون باشه. برنامه آینده را انتظار شین. خیر دوستان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.